خب بچه‌ها به جلسه دوم خیلی خوش اومدین. امیدوارم که جلسه اول رو که آشنایی با اجزای گیتارمون بود کامل متوجه بشی. ازت خواهش میکنم اصلا عجله نکنی، یه وقتا عجله کار شیطونه. با حوصله آموزش‌ها رو نگاه کن، روش زمان بذار، شما در نهایت گیتار رو یاد خواهی گرفت. پس اصلا نگران هیچی نباش. هر چقدر عجله کنی، هر چقدر بخوای با سرعت بیشتری یاد بگیری، اونجوری کیفیتت میاد پایین و بعد یه مدت خیلی کم خسته میشی و میذاری کنار. بچه‌ها توی جلسه دوم میخوایم که اسم و شمارش انگشت‌های دست رو یاد بگیریم که بفهمیم که آقا، یعنی باید بدونیم که هر کدوم از این دست‌ها یه اسم و یه شمارشی داره، نه تنها توی گیتار بلکه تو همه سازها. ولی خب ما الان میخوایم تخصصی اسم و شمارش انگشت‌ها روی ساز رو، یعنی روی ساز گیتار رو یاد بگیریم. خب همونطور که بهتون گفتم هر کدوم از دست‌ها در گیتار یا هر ساز دیگه‌ای اسم مخصوص به خودش رو داره. خب بچه‌ها این دستی که الان میخوام بهتون بیارم، یعنی آوردم، دستیه که روی سیم‌های صفحه صداه. یعنی کدوم؟ یعنی این دستمون بچه‌ها، این دستی که باهاش نوازندگی میکنیم. پس این دست همینه. اوکی؟ متوجه شدین؟ خب اسم انگشت شست انگشت پی هست. یعنی ما این انگشتمون که روی این صفحه صداه میگیم انگشت پی. انگشت بعدی یعنی انگشت اشاره رو میگیم انگشت آی. بچه‌ها با این دست اشتباه نگیرین ها، اینم ما یاد میگیریم، اصلا باهاش کار نداشته باشین که همه چی متوجه میشین. الان روی این دستیم که روی صفحه صداه، این انگشت میشه انگشت آی. خوب یاد بگیرید اینا تا آخر عمرتون که میخواین گیتار بزنید، براتون خیلی مهمه. این اسلاید یکی از مهمترین اسلایداییه که توی آموزش گیتار باید یاد بگیری. خیلی مهمه چون تا آخر عمرت باید اسم اینا رو بلد باشی. انگشت بعدی یا انگشت این وسط میشه انگشت M. انگشت بعدی انگشت A، یعنی این انگشت سوم این. و انگشت بعدی هم میشه انگشت X. انگشت X که بچه‌ها این انگشت خیلی کارهای زیادی نداره، با سال در آینده بیشتر دربارش یاد میگیریم. بچه‌ها شنیدین، شاید شنیده باشین، دیدی میگن دست پی مکستون رو مثلا بزنین رو گیتار. این دقیقاً دست پی مکسه. پی مکس دقیقاً دست پی مکس همینیه که میاد روی صفحه صدا. پس فهمیدیم پی مکس فقط دستیه که رو صفحه صداه. حالا من راست دستم، دست راستم میره رو صفحه صدا و دست راستم میشه دست پی مکس. ولی اگر یه نفر چپ دست باشه، چون گیتار باید برعکس براش گرفته بشه، دست چپش میشه دست پی مکس. پس پی مکس فقط دستیه که روی صفحه صدا قرار داره. خیلی مهمه، در آینده خودتون خیلی متوجه میشین. دست بعدی دستیه که روی دسته گیتار قرار میگیره بچه‌ها. یعنی این دسته است که اینجاست، ما باهاش آکورد میگیریم، نوت ها رو میگیریم، فرت ها رو میگیریم. دقیقاً به همین حالته که باید متوجه بشی. پی مکس صفحه صدا، این دستی که میخوام بهت بگم روی دسته گیتار یا گردن گیتار. بچه‌ها این دست انگشتامون اسم نداره، شمارش داره. شما باید شمارشش رو یاد بگیری که انگشت اول یعنی انگشت این میشه انگشت 1، انگشت 2، انگشت 3 و انگشت 4. بچه‌ها توی این سمت فقط ما با همین 4 تا انگشت کار انجام میدیم و انگشت شستمون این پشت اهرمه که تو جلسات آینده بهتون میگم دقیقاً چطور باید این کار رو انجام بدیم و بگیرینش. خب بچه‌ها این خیلی مهمه، واقعاً خوب متوجه بشین. خواهش میکنم اگر یه وقت ازتون چیزی سوال کرد مثلا دست پی مکستون کدومه، اشتباه این دستتون رو نشون ندین. برای چپ دستا هم بهتون گفتم اگر چپ دستین دست چپتون میشه پی مکس، اگر راست دستی دست راستت میشه پی مکس. اون دستی که رو صفحه صدای پی مکسه دیگه. این خیلی ساده است و اینم 1 2 3 4 1 2 3 4.
با همدیگه بیشتر در آینده کار میکنیم. خوب توجه کن که اینا چقدر مهمه. اصلا ساده نیستا. شاید فکر کنی اینا چیز مهمی نیست، ولی اینا خیلی مهمه. اصلا سرسری ازش نگذر.